هالکسه چون دیگه ماشون جنی دو قسمت منجته و ماشون بستین چون کتاب گوانده کتاب شاید دو شب حالاز کنی رنده چی کنی دو ساعت چون دو ساعت یک کن هو جهان کسه چون که امیر حمزه شرط خدمت شاهزادگانی که به جا آرد عمر مهدی طلبت گوشتی 500 سوار بزیر همراه شاهزادگان برو اشان در مدین رسان تپد زود بیا لیکن جای شراب مور. پس عمر مهدی گون 500 سوار همراه شاهزادگان روانه بید. شاهزادگانی با خوشی تمام چه امیر رخصت گرفت و روانه بیدند. روز دوم نزدیک مدین رستن چوک شاه اشکت عمر مهدی قرب شاهزادگان معارگ آنی استقبال کد و چه شهر مدین در نات کن و گون چوکان وتی ملاقات کو اشام پادا شاه کپتن چوکتن و شاه بوسه دادن. عمر مهدی هم و پای شاه کپت و شاه عمر مهدی و جا خلعتی خاصی پوشان در بارگاه آوردی و تختا نشت و عمر مهدی گوشت که به کرسی امیر حمزه بنند یل آدیان کرسی امیر حمزه بوسه داد به کرسی وتی نشت و تمام وارتی و پادت شراب آورد. امیر چون که عمر مهدی من کتگه ورچی شراب مور. شاه گوشت ای عمرو شراب بور. عمر مهدی کربا گوشت ای پهلوان جهان من کتش. شاه گوشت چون که در مجلس ما اتکه شراب بور و ادبا بدار. عمر مهدی شراب وارد و ادبی نگاه داشت تا آکه مست بید. چون خواجه بزرگمهر عمر مهدی دید که مست بیته به شاهی عرض کو که عمر مهدی مرخص بکن. شاه گوشت باز شرین. پس پادشاه عمر مهدی بکشی خلعتی داد و 3000 سکه زر بایی انعامی داد و اجازه مرخصی داد. عمر مهدی روانه بید. چون چند قدم رفت و به شاه گوشت که استدعا دارم که منا یا امرنامه بلک چند جام پیاله شرابم به بنده عنایت بکن. نوشیروان 7 مشک شراب بایی داد و عمر مهدی روانه بید. در سه پرسنگی مدین پرودد به شراب بارگ مشغول بید. شب همود ماند یه خبر به بختیار رسید که عمر مهدی در سه پرسکی مدین به شراب بارگ مشغوله. بدبخت 4 فرمان ساختگی چه زبان شاهگه به 4 امیر لکه. یکی به قارون، دومی به دارای، سیمی به فگفور و چهارمی به ارچنگ که شما را حکم بگین که همراه بختک نصف شب بروی به عمر مهدی شبخون بجنی و آیا بکشی. چون حکم با آهان رسید اشان بنا به فرمان شاه نصف شب بختک زرد با عمر مهدی قربش شبخون زد. عمر مهدی هوشیار بیته که سلاحی پوشت و براتان وتی زخمی بیتن 30 کس چه صحابه آیی شهادت رستن. عمر مهدی چون که چودید دستی به گرزا برد هر کسی به سر جد هر یکی اسب به خاک یکسان کد تا صبح جنگی کد. چون روز روشن بید کافران دید که 2000 سوارشانی کشک بیته لحتی هم زخمی بیته دیم فرار ارک. عمر مهدی ایشان دنبال کد چه کشته پشتی ساخت لیکن چون که روز روشن بید نوشیروان بار آمد داده نشت گوشتی مرچی بختک به نظر نیاید کجا این بندگان شاه گوشت که آیا گو 4000 سوار با عمر مهدی کربا دوشی شبکن جده و آیی گوشتی که بادشیا شاید ناپاک چوت فرمان ساخته به عمرای داده. همان زمان شاه از طلبت سوار بید در ساعت بدان جا که برسیدیدی که عمر مهدی ایشان شکست دادگی. بختک هم 4 امیر دیگه تتکه. شاه با بانک بلند گوشت لعنت به حیله تو ای بختیار سگ مردار بد کردار. ای چه دلاوری بید که 4000 نفر
سوار شبخون رفته چه صد سوار شکست وارتا مرگ تی چه یه زندگی با تو بهتره بختک شرمسار چه حضور نوشیروان جو تی دوگا رب پنهان بید لیکن چو عمر مهدی به حضور شاه چه اسبا پیاده بی سری به زمین شاه گوشت ای عمر مهدی به عظمت لات بزرگ مناد یک کم مکی هم من خبر نبیتا یا بدبخت به طرف وقت اتکه به جانب خواجه بزرگ مر اشاره کد شما تسلی دل عمر مهدی بکنی خواجه گوی ای عمر شاه راست باشی بر رب کعبه معظم بختک ناپاک مردار خواری چه وقت فرمانی ارد کتا به 4 امیران رسیدند که بهشان به سوی تو کن اور مهدی گوی ای خواجه به دانش پیدا اینکه پادشاه چنین چیزی نلوٹی بیشک لیکن آن ناپاک چه وقت فضولی کتا لیکن ای خواجه منا چه امیر حمزه چه شراب وارگا من کد چون شاه من شراب وارین چه من یک خطا بید چون مخمور گشتم و پدا مشکن طلب کو دو سه پرسکی مدن به ورگا مشغول بیتم به خدا و به حق ارواح خواجه روح خواجه یعنی بخت جمال یک نامه به امیر حمزه بنویس که عمر مهدی شراب نوارده شاه به زور با یو وارنده وگرنه من اذیت کن خواجه حمودا جا سوار قلم دواد طلبت نامه به امیر لکتی که ای فرزند عزیز بهتر چه جان بزان آگاه به که عمر مهدی شراب نوارده پادشاه آیی مجبور کده بختر ناپاک دگلباز چه سر تا پاد حیله ساز مکر و دگلباز عمر مهدی شبخون جده فرزند عمر مهدی که هیچ ملامتی مکن و عفی بفرمای پرچه که فرزند ها هنچو چند روز همودا بمانی که پس چند روز دیگه آیا هم روتانه طلبی کنه خاطر وطیگه جمع بدار چون نامه تمام بید به عمر مهدی دادوایی ودایی که عمر مهدی روان بید روز دوم نزد امیر رسید پس چه ملاقات امیر گوشت ای شکم گنده من زانتم که تو بد مستی کنه عمر مهدی نامه خواجه به دست پهلوان داد چو امیر نامه وان سکوتی کو پس عمر مهدی تمام کیفیت عرضی داشت که امیر حمزه چه ولوله عشق مهرنگار قرار نیست لورتی که بالاخره بریده بزان چه رو بکن چه شرمندگی رو روگی نیست منتظر بیتره که پادشاه آیی طلبت با عمر امیه گوشت که ای دوست اکنون چه باید بکنی که قرار و آرام چمان رفته عمر امیه گوشت ای پهلوان من هرچی ترا گوشون صبر کن صبر نکد به دوزی در محل رفته لیکن تو آشکان در کار صبر باید اگر هنیان صبر کنه انشالله من تی معشوقه پس چند روز تی کرا ما کارونی لیکن امیر صبر کن و تمام شب چه فراغ وشی نالتی تمام شب نالو زاری کود تمام مردم واب راحت واب تنی دکیت آرامی نیست ای اشعاری مکرر وان تنتو سروده تنتی وجه شعری وان فغان که از حرکات سپر کج رفتار فتاده طرح جدایی میان من و یار زمانه پیش من آورد آنچنان روزی که روشنم شد از آن روز معنی شب تار وجه داستان 16 این داستان منی کلی شیعه همدا دارن بستینی و شیعه هم وجه 9 دکت خورده بیتا سلامت باتی وجه چه گوش داری شب ساعت 1 که نه 2-3 घंटा वापस صبح नमाज आप पढ़ने गए सलामत बातें वजह अल्लाह मेरे अल्लाह सही दास्तान हुआ तो वंडी दास्तान मदनी ने सलामत बातें अल्लाह मेरे